این خیلی نافرم شده اینجا. من میام چیکار میکنم؟ آلت کی رو میزنم، اینو میتونم پاکش کنم که تا اینجا درست باشه همه چی. ببین ناکن بچه اومده به سمت پایین، ناکنین انگار اینجا اسکیل شده. ناکنین الان من اینو خط مستقیم بکشم خراب شده، به خاطر اینکه معمولا تو لاین وقتی که توی چند جهت قرار میگیره، ببین الان یه دونه تو محور وای، یه دونه تو محور ایکس، یه دونه تو محور زد اومده بالا این لاین. ببین تو چند تا محور چرخش داره. خب به خاطر همین معمولا این اتفاق میفته. راهش چیه که ما بیایم این رو دور بزنیم به عبارتی و این مشکل رو حل کنیم. خب اول من بیام ببینم جاش درسته، همه چیزش مشکلی نداشته باشه. یه ذره باید بیاریمش جلوتر. خب ببین پیوتش رفته اینجا. من سنتر تو آبجکتش کنم، میارمش اینجا میذارم، اینجا تقریبا. خب یه بار چک بشه، دقیقاً اینجاست، مشکلی هم نداریم. خب فقط مشکلمون اینه که اینجاست. معمولاً با یه بار فیلت کردن بعضی از قسمت‌ها این مشکل حل میشه. بچه‌ها نکنین مثلا عدد یه فیلت 5 سانتی به این بدم، خب ببین این ور رو که حل نمی‌کنه، این ورم که دیدیم من یه سری فیلت ها بهش دادم، یه ذره کار ما رو به هم ریخته کرد. کلا دیگه مثل این که این نقاط نمیخوان فیلت بشن، این اصلا دیگه فیلتش نمیکنه. خب کاری نداره، من میام چیکار میکنم که این مشکل برطرف بشه و این حالت رو ما توی کار نداشته باشیم. این لاین هایی که الان کشیدم مثلا پاکش میکنم، ببین اینم پاک صاف شد، درسته؟ مشکلی هم که نداریم. بعد یه کلکی بهش بزنیم بچه‌ها. من میام مودیفایر سیمتری یا سایمتری رو به این میدم و سایمتری از یه سمت کپی میکنه میذاره سمت دیگه، که حالا جلسات بعد انقدر ما با این سایمتری کار میکنیم، انقدر به این سایمتری کار میکنیم که اصلا خودتون متوجه میشین. خب حالا سایمتری گفتم از این ور کپی میکنه، نگاه کنید میذاره این سمت کار. ببینین الان از یه جا کپی کرده گوشه بغلش قابلیت اینو داره که بهش بچسبونه. اگر فیلیپ رو بزنید کپی برعکس میشه. ببین الان از این ور کپی گرفت. حالا من چرا این کارو کردم الان بهتون میگم. من یه کپی میذارم اینجا، اینو میچرخونمش به این سمت 90 درجه، یعنی البته به این سمت، درسته؟ حالا این فاصله‌شو کم میکنم تا برسه به کنج اینجا. ببین دقیقاً همونی که ما میخواستیم شد، خیلی راحت. خب دوباره از همین سایمتری یه کپی میگیرم از خود مودیفایرش، پیست میکنم روش. الان دوتا روی این ور افتاد. فیلیپ رو برمیدارم که بیاد از این سمت کپی کنه بذاره این سمت، ببینم چی شد. فیلیپ، خب بذار من بچرخونمش، نکنین الان اینجاست، درسته؟ بعد فیلیپ کنیم که به این سمت بشه، نشد، میچرخونمش. ببین اینجا میارمش اینجا به این شکل. ببین بچه ها بعضی جاها رو چاره ای نیست و باید این کار واسهش انجام بدیم. اوکی خیلی عالی، مشکلی هم توی اینجا نداریم. خب من اینو دیگه تبدیلش میکنم به ریتیبل پولی، یا حتی میتونید از اینجا اگه نخواهید دوباره این کار کنید یه ادیت پولی از اینجا بذارین، بیاین توی قسمت ورتکس تمام این ورتکس های اضافی رو بگیرین پاکش کنید، دیلیت. من میام نمای لفت. خب یه کار دیگه هم بچه به جز پاک کردن میشه کرد. مودیفایر اسلایس رو اینجا بذارین، روی ریموو تاپ قرار بدین. حالا اسلایسش رو بچرخونید، ناکن اسلایس پلن هر جا باشه از اونجا برش میزنه. ببین من میچرخونمش به این سمت، میام نمای لفت. خب صاف شد، میارم تا جایی که میخوام اینجا. حالا دیگه تبدیلش میکنم به ریتیبل پولی و دیگه کاری باهاش نداریم. ببین
به این شکل. حالا یه سری جاها مثلا مثل اینجا یه به هم ریختگی کوچولویی رو داریم بچه‌ها، می‌بینین این ورتکس ها مثلا بهتر بود که روی اینجا میافتاد. این یه سری به هم ریختگی خیلی جزئیه که شاید واقعا احتیاج نباشه که بخواید همه رو مرتبش کنید. میشه مثلا بیایم همه اینا رو با تارگت ولد و من یه تارگت ولد رو بزنم بگم تو بیا روی این ول شو. میبینین یه سری به هم ریختگیشون از بین میره، ولی واقعا احتیاج نداریم که بخوایم اینقدر جزئی روی این جا کار کنیم. خب این از این. پس این قسمت رو ما ایجاد کردیم. حالا میتونم بدمش یه مقدار بیرونتر اینجا قرار بگیره و بیام تو پلی این پلیگان هایی که اینجا هست رو بگیرم. ببین یکیش انتخاب، شیفت رو میگیرم، خودش به هم میگه میخوای این پشت رو بگیرم، میگم بگیر. اینا از حالت انتخاب خارجش میکنم و اکسترودش میکنم به سمت این ور. اوکی ببینیم. او بچه درسته، یعنی این بره دیگه کار ما. ببینید چقدر راحت قسمت بالای کار زده شد. خب بیایم سراغ اینجا. اینجا هم فرق میکنه، میبینین ابزارش فرق میکنه. من اگر اینو بذارم اینجا، این ابزارش هم از لحاظ سایز و ابعاد و همه چیز، البته شاید این کوچیک شده اونه. بذارید من یه کپی از این بذارم، اینو بزرگش کنم. بله همینه، فقط بزرگش. خب من با اسکیل هیچ وقت بزرگ کوچیک نمی کنم. میام یک مودیفایر FFT بهش میدم. اول بذاریمش روی کار، اینجا باشه. میام توی FFT کنترل پوینت F3 رو هم میزنم، اینو میکشمش پایین، اینم میکشمش به این سمت. یه ذره بیاد بالاتر. این الان برای این ابزار اوکی دیگه نمیخواد ترسیم کنیم، میذارمش اینجا. خب حالا برای اینجا هم دوباره میام یک رکتنگل میکشم. چرا رکتنگل؟ چون دو طرفش این حالت شکست رو داره، یعنی یه چیزی باید به سمت عقب برگرده حتما. تبدیلش میکنم به ریتیبل اسپلاین، خط پشت رو پاک میکنم، میام جای ورتکساشو درست میکنم. این تا اینجا باید بیاد، اینم تقریبا تا اینجا. میانمش پایین تر، مودیفایر سویپ، یوز کاستوم سلکشن و به این پیکش میکنم. ببینین به این شکل. خب یه مقدار باید بره داخل، خیلی بیرون زدگی نداشته باشه. نمای فرونت میام F3 رو هم میزنم، اینجا باید باشه. یه مقدار خطش فکر میکنم که جلو اومده و جالبه که شکل خود این الان تغییر کرده. میبینین شکل این تغییر کرده. من فکر کنم به خاطر گزینه‌های اینجا هست. من اینو رو صفر میذارم، میرور، این درستشه. بله اینه. الان میارمش بیرون، اینجا میذارم و جای اینا رو با توجه به نقشه درست کنیم. دیدین یه دونه چرخش روی سویپ داشت کار من رو خراب میکرد. یه مقدار بدیم بره داخل تر، اینجا میذارمش اوکی هستش. میبینین خب یه دونه کپی هم از این سمت باید بذاریم، میذارمش دقیقا جایی که میخوام و عالی. قسمت بالای کار ما گذاشته شد دیگه. اینا رو مثلا بذارید این ور که بهش احتیاجی فعلا نداریم. ببینین عالیه بچه‌ها واقعا. خب بریم سراغ ادامه کار. من الان فایل اتوکد رو میزنم، اینجا رو ما زدیم و میتونیم بریم سراغ قسمت ابزار پایین. چرا اینا رو باید بزنم؟ بخاطر اینکه این جای ستونا همه در بیاد. البته میتونیم هم ستونا رو بذاریم چون حالا دیگه نقشه داریم. من میتونم ستونا رو بذارم و من میخوام از آبجکت های آماده توی این قسمت استفاده کنم بچه‌ها و
بریم سراغ آبجکت های آماده. البته شما اینا رو کامل دیگه یاد میگیرین که بزنید، اصلا کار پیچیده‌ای نیست توی فصل دوم که مدل سازی پیچیده است، ولی من میخوام بهتون آموزش بدم که چطور از آبجکت های آماده توی پروژه های خودتون استفاده کنید. خب میرم سراغ این قسمت و میخوام مدل سازی اینجا رو انجام بدم. بچه‌ها ما دو تا روش داریم برای اینجا، هم میتونیم با باکس مدل سازی کنیم اینجا رو و هم میتونیم بیایم با یه دونه سویپ از بغل این رو ترسیمش رو انجام بدیم و به نتیجه‌ای که توی این قسمت میخوایم برسیم. حالا هر دو روش اوکی هستش. مثلا من میتونم قسمت پایین رو جدا بکشم، بعد این بالا رو بکشم، بعد بیام قسمت رو بکشم و در نهایت به این برسم. من میام از نمای بغل ترسیمم رو شروع میکنم. اسنپم روشن، از اینجا 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 این قسمت، این خطا اینجا هم میذارم، نقاطش رو میذارم که خود خطا ایجاد بشه، این قسمت و تمام. خب اینو تا کجا میارم؟ تا نصف کار میارم دیگه که اینو بتونیم به راحتی ببندیمش، تا اینجا و این قسمت. حتما چک کنید صاف باشه. نگاه کنید الان تو چه محوری داره جابجا میشه، محور وای توی 0 0. این رو نگاه کنید چنده، اینم 0 0. البته فکر کنم وای نباشه، یه بار چکش کنم. توی محور زده، بله زده. این رو کنترل سی میکنم، تو زده این پیستش میکنم که دقیقا توی یک خط قرار بگیرم. خب یه خطم اینجاه، من یه ریفاینم اینجا میذارم بچه‌ها، کلیک راست و ریفاین. اوکی، حالا میام اینا رو مرتب میکنم. کلیک راست، بیزیر کورنر، اسنپ هم خاموش بشه، یه قری به این میدم، اینو میارم اینجا، این رو هم اینجا میذارم. کلیک راست میکنم، بیزیر کورنر، این اینجا، بیزیر کورنر، اینم اینجا. کلیک راست، بیزیر اینجا و اینجا هم یه مقدار جلوتر تا به چیزی که میخوایم برسیم. عالیه، به این شکل. خب حالا بعد از این نگاه کنید، چیزی که داریم اینه دیگه، یک لاینی رو به این صورت اینجا ایجاد کردیم. من اینو میذارم توی این سمت، پای ستونی که اینجا گذاشتم. میام یک رکتنگل اینجا ترسیم میکنم. ببین خیلی راحت، رکتنگل هم باید از بالا به پایین باشه دیگه. نکن یه همچین محدوده ای مثلا میارمش بالا و اینجا قرارش میدم. میتونم اسنپ رو روشن کنم، اینجا بذارم. تبدیلش میکنم به ریتیبل اسپلاین که بتونم نقاطم رو یه مقدار دقیقاً بیارم اونجایی که میخوام. از اینجا میگیرم و اینجا میذارم. خب بیرون زدگی این ستون خیلی زیاده، نقاط اینجا هم میگیرم، اسنپ هم خاموش میارمش تا اینجا. خب حالا به این میام مودیفایر SW یعنی سویپ رو اعمال میکنم، یوز کاستوم پیک و اینو بهش میدیم. خب برعکس شده، باید سویپ هم و پارامتراش رو باز کنم، گزینه های میرور رو یه مقدار تغییرش بدیم. میبینید یه مقدار این بالاها به هم ریخته شده دیگه، درسته؟ میتونم از اینجا مرتبش کنم. میام توی سگمنت، فکر میکنم که این سگمنت اولا ناکن این نقطه‌ای که اینجا هست توی محور X با X پایینش یکی نیست، با این یکی نیست. X این رو کپی میکنم، کنترل C، تو X این پیست میکنم. اوکی، یه بار دیگه، درسته. حالا این دوتا نقطه رو میگیرم، ببینید یه مقدار میارمش به این سمت. این وسط به هم ریختگیش درست شد. نگاه کنین، اینا رو بگیرم، اینو میارم نزدیک این، و بعد نگاه کنین هر چقدر میاد به این سمت خراب میشه، میکشمش یه مقدار داخل تا جایی که اینجا به هم ریختگیش کامل از بین رفت. اوکی، ببین چقدر قشنگ بچه‌ها، چقدر راحت یک پایه ستون خیلی جذاب و خوشگل رو اینجا ایجاد کردیم. این از این.
حالا قسمت وسط این کار اگر توجه کنید یه فرو رفتگی و تو رفتگی رو داریم که من میتونم بیام روی این آبجکت هم مودیفایر ادیت پولی رو قرار بدم، ادیتیبل پولی، و این پلیگان رو بگیرم اینزتش کنم به سمت داخل. میبینید خیلی راحت، حتی قسمت های کنار هم میشه، ولی خب این داره الان با هم این کار انجام میده. یه بار روی اینزت کلیک میکنم جدا جدا اینزت میکنه، عالیه. و بعد از اون دوباره یه اینزت دیگه میدم، یه مقدار مثلا تا اینجا، دوباره یه اینزت دیگه میدم، الان بهتون میگم چه اتفاق میفته اینجا. اوکی، حالا دقت کنید، این پلیگان رو میگیرم، شیفت رو میگیرم، اینو میزنم، بعدی این رو میگیرم، شیفت رو میگیرم، اینو میزنم، بعدی این رو میگیرم، شیفت رو میگیرم، اینو میزنم. البته اینجا بچه یه ذره زیاد اینزت شده، یه کنترل زد میزنم، خیلی اینزتش کردم، به هم ریختش کرد تا جایی که خراب نشه، اصلا تا اینجا خوبه. اوکی، حالا این انتخاب، شیفت رو میگیرم، این رو میزنم، این انتخاب، شیفت رو میگیرم، اینو میزنم. ناکنین الان این رو انتخاب میکنم، کنترلم نگه داشتم که بتونم چند تا پلیگان رو همزمان تعداد بالا سلکت کنم و شیفت به این شکل. اینو اکسترود میکنم بیاد بیرون، عالیه. اینا رو انتخاب میکنم، میتونم بولش کنم به سمت داخل و یه مقدارم جمع بشه. اوکی، ببین چقدر راحت یک پایه ستون بسیار جذاب رو ما اینجا تونستیم مدل سازیش رو انجام بدیم. خب میام نمای فرونت F4 هم میزنم، F3 رو هم میزنم، این دیگه بیاد بالا قرار بگیره، ولی سایزش خیلی بزرگ شده بچه‌ها. میبینید سایز کاریمون بزرگه. دو تا راه داریم، من میتونم هم برگردم توی ورتکس، یعنی توی لاین، توی لاین این رو مرتب کنم، این نقاطش رو بگیرم بذارم اینجا، یه مقدار اول از کف تنظیمش کنیم اینجا، برمیگردم توی ورتکس، این نقاط رو میگیرم جابجا میکنم، یا از روی خود ادیت پولی هم میتونستیم ورتکسش رو هم جابجا کنیم. باید ببینید کدوم راحت ترین، کدوم کار رو به هم ریخته نمیکنه. ببین چقدر راحت این ستون رو ما زدیم اینجا، مشکلی هم توی کارمون ایجاد نشده. حالا میتونیم بریم برای قسمت بالای کار و برسیم در نهایت به اینجا. خب برای این قسمت یه نکته رو بگم، ما قسمت پشتمون که دیگه کاملا صافه دیگه، هیچ اتفاقی اینجا نمیفته. من میتونم یه دونه اسلایس بزنم، مودیفایر اسلایس، بیام تو اسلایس، اینو روی ریموو تاپ قرار بدم، این رو بچرخونم به این سمت، و فیلیپش میتونیم کنیم، یعنی برعکسش کنیم که از این سمت پاک کنه. ببینم برعکس، عالیه. من برای اینکه پشت کارم صاف بشه این کارو میکنم، میبینین خیلی راحت. یه مقدار بره داخل، عالیه. ببین دیگه الان پشتش صاف شد. قبلش پشتش گرده، ناکن اگر اینجا باشه، ناکن پشتش گرده، شاید جالب نشه کارمون. این از این. خب حالا از اینجا من باید اکسترودهای قسمت بالا رو بگیرم تا چیزی که میخوام ایجاد بشه. میتونم چیکار کنم؟ میتونم روی این یک مودیفایر ادیت پولی رو قرار بدم، بیام تو قسمت پلیگان، این پلیگان های داخلش رو اول به هم بچسبونیم، دو تا پلیگانی که اینجا داره رو بریجش میکنم که اینجا کلا بسته بشه، و بعد میتونم حالا بیام اینا رو بگیرم و به سمت داخل ببرم. اگر پلیگان ها مثلا خواستم پاک شه، این خطوط ورتکس ها و سگمنت ها، نکنین اینا رو میگیرم، کنترل بک اسپیس رو میزنم، پاک میشه. خب الان خراب شد دیگه، میگه نمیتونی انقدر پاکش کنی، مشکل نداره. من میام این پلیگان ها رو میگیرم، میخوام اون قسمت قاشقی رو ایجاد کنم، اینزتش میکنم به سمت داخل. ببین زیاد که اینزت میکنیم این مقدار خراب میشه، به خاطر این ورتکس هایی هستش که اینجاه. من میتونم اینو کلیک راست کنم، تارگت ولدش کنم روی این، حالا خیلی مهم نیست ها، میبینید این هم تارگت ولد میکنم روی این. حالا دوباره چک میکنم رو پلیگان، اینو اینزت بشه. ببین حالا دیگه اینزتش به مشکل بر نمیخوره. خب
این تا اینجا اوکیه.